آوردیم ویدیوی کریر بارسلونا پارت 4 مقابل رئال مادرید جلوش میدیم. ترکیب ما هستش لواندوفسکی و لامین یامال و دنی اولمو هستش. رافینیا کاپیتان تیم. بریم سراغ ویدیو. دنی اولمو پاس اشتباه میده. اولین گیم پلی FC 25 FC 26 شروع شد. ما تازه می‌خوایم گیم پلی بزنیم. امباپه زد ولی بدونید امباپه به ما گل زد 5 تا خورد. That's what she said. لواندوفسکی الان مصدومه. الان فکر کنم بازی رئال مایورکا آرسنال فصل شروع شد. آقا مای کریر رو نذاشت یادش میاد. تقصیر ادیتور ماست. میگه مال ندارم ماشاءالله پو ماشاءالله در روزگان داریم میگه نخونیم. اوه برو لواندوفسکی پشت محبته نمیزنم تو به لواندوفسکی ها گرد. یعنی واقعا باید بمیری لواندوفسکی. شوامنی ماشاءالله پدری توپ بد میکنه ولی باز جمع میزنه. شما 8 والورده ولی تو خواست تونیکروس باشه ولی مونیکروس هم نبود. فقط شوتاش بود. خدا وکیلی والورده شوتاش بود. من خیلی بازیکن دوست دارم. ماشاءالله باز رو بدبخت الان برای باش بازی علی جاوی هم بگیر. شورت ویدیوی ما رو حتما ببینیم. پارت اول خانواده خیلی قشنگه. برو ماشاءالله پدری رودری چون پشمایی نزن تیرک دروازه. یعنی همیشه من تیرک میکنه برای همیشه الکلاسیکو یه تیرک رو داره. رافینیا نامزد توپ طلا که به نظر من باید توپ طلا رو این بگیره. دنی اولمو میلیتائو چی میگم میلیتائو مالدینی شد یه دفعه. کونده واقعا مثل اسم عمل کرده. چیه؟ من نشناختم. بعد ببینم خیلی داریم. نه رئال داره یه بیشتر بازی می‌کنه. رافی یا ابوالفضل چیکار کرد؟ اسمش دیگه لیور مارکینیوشو رفتن خریدن. به اینم بخر. تو رو خدا بیا لواندوفسکی هم بخر تموم کنه. زندگی ما رو نیمه دوم جاناتان دیوید رو میارن. لوا چیکار کردی با دلم؟ نامین داره میاد دنبال بیم. دونفریز هم نامزده توپ طلاست. والورده نیست دونفریز هست. فکر کنم به خاطر هتریک جلوی بارسلونا. بازیکن خوبیه. بعضی موقع بارسلونا شایعه میشد 25 میلیون بند خرید 25 میلیون دونفریز رو فعال میکرد میخرید. بعد به جایی که جور خونده که مصدوم احتمالا مصدوم میشد میدادم به دونفریز. بچه ها تو کامنت ها حتما بنویسین فیلمبردار واقعا الان فیلمبردار داغونه. به خدا 6 صبح بیدار شد. حتما کامنت های خوب بذارین برای فیلمبردار. اوف لامین یامال من میلیتائو رو فصل بعدی یاقی میزنم به خدا. اگه گفت
فصل بعدی نداریم، یه فصل کلا کریر بارسلونا. بچه بعد از کریر بارسلونا قراره بازسازی بریم، یعنی بازسازی منچستر یونایتد. یوونتوس هم کریرش عید میاد، عید. وای من میزدم دیگه، پاور میزدم. پاور FC 26 نیست. وای FC 26 بیاد فقط بیاد. اوف کوبارسی لیندروف داداش چیکار اون چی بود؟ چیه بابا چیکار میکنی؟ آها رافی خدا توپ مثل خودم دروازه‌بانش خوبه اونقدر خوب نیست. ای وای یعنی لواندوفسکی من بشین سر جد ببینم نامزد توپ طلا شده حالا و جزو 5 تا نیست. احتمال داشت جان باشگاه رو میبرد. حالا یه چیزی حالا بهش میگفتم ولی رافینیا واقعا صد خودش رو گذاشت. دمبله هم میتونست ولی من از دمبله متنفرم. من بارسایی هم دیگه، بارسایی از دمبله متنفرم. چی گرفت با ادیتور حتما برای پاپ قلب بذاره، حتما برای بچه. دوباره میگم فیلم بردار واقعا خسته است، همش داره فیلم برداری میکنه. ما ویدیوهای دیگه هم داریم، توشیکت تو آپارات هم چنل داریم، حتما دنبال کنیم. اینجا هم داره فیلم برداری میکنه. به خدا کامنت های خوب بذاریم برای فیلم بردار. نفسم زوبیمندی رافینیا ولی من یه بازیکن میارم تو مارکوس رشفورد تو بارسلونا. هیر مارکوس رشفورد واقعا رفت دیگه. جرارد مارتین من چرا گذاشتم؟ جرارد دیوی رو میارم. دانیال با عشق اینجا صفر هریکن هم اینجا کینگیه. حالا بعدا بهتون نشون میدم. وای داداش عالی. وای کامبک میزنیم خوشم گل برام میبینی. این موتور هم روشن شد. بابا این کار بخور نمیشه داداش وقتی یا اول مارکوس پشمی چی داره همه رو زد و پوپ ازش تعریف کرده. کامبک بزنیم نه کامبک بارسا به کامبکیش معروف. فقط اونو گردن نگیره. 3-0 جلو بودیم 400 لیورپول باختیم. یا اول فصل اخراجمون نکنن صلوات کریرمون به پایان نرسه. فرنان مندی انقدر سانتروش خوب نبود. اینم بزن داداش. خب اینم بگی نگیر.
فیلم بردار که خسته است. تیمم هم خسته است. برو بریم جاناتان دیوید، برو بریم. تا خود جاناتان دیوید چرا شماره 10 داره؟ خدایا من شماره ها ندارم. به نظرم باختیم. به نظر من باختیم. حالا میریم ریستارت شد. نه داداش میخوام سیمولیت کنم. خدایا ببریم، خدایا ببریم. یه گلم خوردیم تازه. من دیگه حرفی ندارم تا ویدیوی بعد.